Silla kapımın bursa. Bursa. Kaç silikti? Oo ne? Bursa. Mana. Qo'lingizni tuting. Ana o'rningizdan qanaqa qilibdi? Qumlashadi. Achig'ini Hech qanaqa ip torttirmagan bunga. Aziz dindoshlar. تلفن دیدم در اینترنت یک خدازده مسلمان خودش قرآن درونده زیر پاچکش کرد وقتی خدازده خدا جوانی مرگت کنه میمونت کنه خوگت کنه انشاءالله قرآن معتبره این خیلی بدبختا بود مسادیه از خدا ترس خدا در یک دقیقه دیگر گونت میکنه در یک دقیقه جوانی مرگت میکنه و کتاب مخلوق نیست کتاب بازی کنی و کتاب خالقه خدا قدرت دارد او سلطان هر چی خواهد او کند در یک پس خدا خود دیگر جندید بکنه در یک پس خدا خود امر میکنه خدا خود قلو خورده ساده در یک پس آدم که من امر میکنه خدا خود جندی شدم شیم گشته پاتم جا بودی رفتم خدا قدرت دارد ندارد انجینر خودش از خدا خود یک رقم میدارد نه پروفسور نه عالم نه بزرگ ورد را میتونه هر بیمار است که ما پیش میره میگن دولت جان دلار گیر یا دعا که خدا من دولت در کار نیست برادر خدا شفاعت میده چون که در پیش سلامتی همه چیز بیکار است سلامتی نباشد دنیا چی در کار برای به خدا بازی نکن گفتی حضرت بدین ادبگاهی محبت شوخی ناز بر نمیدارد شوخی بجورت کن و برادرت کن گرچه نماز نخوانیم ضد خدا و قرآن گپ نزن ایوت نبراد نکنیم زد که نیست این بازی نیست این شوخی نیست با خواهدی نقشبند رحمت الله علیه خدا خواهد یک دو مثل شیر خوبی میگن شمشیر خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد گفتن بعد زدت خدا خواهد انشاءالله چطور شهر میکنه کورت میکنه پیست میکنه کی دوت خواهد کی درد میکنی ای بوله من از کن ممکن که جایی در لیکن ای بوله الله از کن میتونی بچی میگه بعد تقدیر یکی تقدیر جنبون شد خودت سبب میشه عزیزانی من یا نمی بلا انسان من اللسان بگن عربا بلا انسان از زبان خود چه است زبان تا نگه دار در وقتی غضب زبان را نیکو نگه دار در وقتی غضب ها زبان میشود مار لختی گوش شیطان مگه گفتن بگیری یکی ایمان تای دست میتی کافر بشی دین تای دست میتی خدا در غضبش گرفتار میکنه هر سمه دانوندر زبان خدا خواهد انشاءالله نگه دار من کاری کردگیش خدا خواهد امروز در دست گرفتنش من از خفاش خدا خواهد نظارت کردم حکومت جزاش میتید لیکن الله هم خدا خواهد در بالا نگه دارد خداوند دورگیری سختگیر است یاد نباید بعد یک شوره باشد خدا باشد تسته گیرش و میکنه دارید شوشش نکن خداوند چی است برای ما شما مهلت دادگی است بعضی با خدا خواهد گناهگاران مولا شاید توبه کند شاید یک بار استغفرالله گوید شاید یک بار رو به سوی من بیارد عزیزانی من توبه کنیم روز گفتن تو ممکن من اینقدر نماز نخواندم که خدا میبخشیده شد اینقدر گناه کردم خدا میبخشیده شد انشاءالله میبخشد خدا وعدهش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا خدا همه گناهاتون میگذره گرچه عرق خوردی زنا کردی آدم کشتی قمار بازی کردی به نماز بودی بیا کن خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا ای آنانی که به یگانگی من ایمان میاره بر روز قیامت باوری داره به محمد باوری داره به کتاب من باوری داره برگرده برگشتن صادقانه امروز بارد خدا خواهد نیت کن خدا خواهد دیگر نمیکنیم این گناه خدا خواهد پیشن بزرگای اسلام بیا خدا خواهد اینجا داملای معتبر خدا داده است بیا گو داملا جان چیکار کنم کسی که اولین ایمان میارد خدا خواهد او بازی کند باید او بازی کند خدا خواهد رو به کلمه لا اله الا الله شهادت بیارد خدا خواهد گناه میگد التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه کننده از گناه گویا که گناه نیست
گناه خدا خواهد مثل برگی که خزان در زمستان میرزد همچنان الله گناه تا میبخشد. ناامید نشو بچه جان، بیا وقت اسازی. امروز دروازه توبه شدگی است، ساعتی میشود که دروازش محکم بشود. بعد 1000 توبه که بعد 1000 بعد گریه که بیفایده است. امروز دروازه توبه شدگی است. اسلام هم 4 نخواد دارد، 4 نخوادش توبه است. پشیمانی که خدا خواهد انشاءالله. شبکه خیر ساعتهای 10 9 2 3 پیش الله گریه کن. خداوندا شرمندم نکنی خرید. میتونه خدا خواهد در پیشونی زیناگر نیستن، نمیتونه. یک گناهکار پیشونیش خط نیستن، میتونه. لیکن الله چی است؟ خدا خواهد مهربان است. شاید که یه روز یعنی بنده ایمان می شود. شاید روز صبح من محمد علیه السلام همون قدر میزدن سبب از مکه رحلت کردن رسول الله آزارش میدادن. بسیار آزار شد، کار بدی رسید که خدا فرمایش کرد که مکه ترک کی به قتل می. حتی که شتاب داشتی که مورد کشتن محمد صلی الله علیه السلام ابو لهب و خدازدای به ایمان ابو جهل مجبورا محمد ترک کردن میگم، لیکن دوی بد کردگی نیست. بینید محمد علیه السلام همون قدر اهل قریش را آزار شمکن، لیکن امید خدا خواهد چی میکرد؟ ثواب میکردن. میگو یه روز درده چی میشود؟ همین امتی من میشود. حتی در طایف رسول همچنان حرامی ها سنگ باران کردن که کفش مبارکش پری خون شد، حتی از هوش رفت. جبرئیل همین الله فرمان کرد، برا گفت اگر محمد خواهد همین 2 کویه که در نزدیک همین قوم است که چپک بالا هم قوم بودن. محمد بهش اومد یگانه دست برداشت گفت که اللهم اهدی هذه القوم هم لا یعلمون. خداوندا این قوم را هدایت که من نمیدونم. این روز میشد من در امت بشم. بینید به همون قدر زدن، نجاست ها در کلاش ریختگیان، نه پول بینش میموندن، نه بخشش میموندن، نه حرامیش میموندن، همه صفات که یادش میکنن عربا. لیکن الحمدلله میگفت محمد علیه السلام صبر کرد، طاقت کرد، اسلام غلبه کرد. طوری بین اسلام دین کشندن است. با بعضی ها شوی گفتن که این مسلمان بعدا به شمشیره یکان تن پیشوای ما شوی یکان که بوده کارت چکیدن نمازونش کردیم. این دروغ هستی. وظیفه ما چی است؟ رسوندن خبرهای خدا است. ما میگویم تو اختیار در شما، دعاتو میکنیم الله هدایت تو کنه، الله راه خوب نشون تو تیا، الله ایمانات مستحکم کنه. وظیفه ما همین است. خلاص ما شما زده و کوفته و ترسونده و کرده میتونیم. ما میگیم خدا خواهد خبرهای خدا شاید که شما بخت بیایید. یک فکر کنه، یک خانات برین سرتا در تکسری مونه. همین ملا گفت شاید همین خدا خواهد گپای خوب باشه، شاید همین چیز خدا خواهد درست باشد. بیا که هم کاروز کردم اک شرمندگی شیدم که بس موندگی دوام یک حیات من خدا خواهد خوشلو برم، حیات من خدا خواهد زندگی من نست کنم، یک مردم از من فایده برد. گو سعادت من کسی است که روی همین خدا خواهد دین است. من شما را جوانا میگم، بعضی حالی گفتم که وقت ندارم، نماز بامداد خوانن تا پیشین کار کنید، نماز پیشین خوانن تا عصر کار کنید. نمیشاد می عصر خوانن تا شام بیاین زناتون با یاردن تید. در اسلام ازش جنسکا موزسکا کار نیست، نیاد نبرارید. این موزسکا جنسکا دشمنای اسلام ما شما تعلیم داد که همه کار بالای زنک، مردک فقط هم کوچه بیادو پای پاکش کشد با زنک، لباسش کشد پول تگیرد و دیان با زند و زنک با آخوات آرده در دشت قد. این شرمندگی برای مسلمان. پیغمبر اسم کار کردگی نیست. رسول الله سلام با هم قدر پیغمبر بوز جوشیدگی، خمیر کردگی، نون بستگی، لباس دوختگی. کس باید یاد گرفتی مسلمان. بیا نماز عصر خون، بیا خدا خواهد گواکات این که چیزات درست ذات یاردم کن، لولک کودک شکی خدا خواهد انشاءالله افقاد کنه، برای نماز شام خون، بیا افقاد تخون خفتن خون، مزدک راحت که خورم. حتی که خداوند این الله یبغض شاب الفارغه، خدا جوانی بیکارجه دشمن میداره. کدام جوانی که عدتش هنر میاد کار میاد و مفخر میشه و خدا دشمن میداره. این نماز برش است عبادت، لیکن کار با برش است، کار تو میکنی. کسب کردن این فرض است. فرزندان روی عائلت برای حلال پوشیدن این فرض است عزیزان من نمیگم که شما نماز خونش که همه کار پرتا تمام برای خورم است. نه، نماز خون برش خدا خواهد با چی؟ عبادت برش، با کار برش است. کارم میکنی، نمازم من دامله هستم، بیزنسمنم.
من بازار سودا میکنم، ناموس نمیکنم. زمین دارم ارنده، خانم در دکان دارم. من به یک رای مولوی زندگی نمیکنم. من فرزندام حلال میخورم. من میدونم من در بازار مولا هم باشه میشینم. چندین برادران من تنه میزنم. یا در برادر تنه زد که داملو جان همین زندگی با مولوی نگذشته سیمی. ای بک من برادر تن هر ماه من $100 پولچت کرد. خط ناموس کنیم اخوانم نخواه برم. چی ای باشه که مولا در کوچه بازاش لسودا کنه؟ ای باشه این مولا گویا که میلیاردره. این مولا تمامی همه تله تاراج داره. یکی تله و تاراج کنی خدا خواهد چی میشه؟ به ایمان میشه. تمه حرام است از مردم. هر کی میگد آخر بین است با دین است، هر کی آخر بین است به دین است. حضرت مولا کسی که آخر جشو کرد فقط پول مالی مردم تله و تاراج که و دین نداری. آخرت براش میکنی هر یک کاره. آخرت براش خدا خواهد مردم در خدمت بکنی. همین شما هم کار کنید. وقتی نماز نشان من 5 وقت نماز کرده نیست. بعد مسجد میرم پیشین امامتی من میکنم. میام با تا عصر خوننده کار میکنم. سهرا میرم با عصر